ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 112. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. من به این مرحمت عالی شکرانه و منتداری می کنم گفتم، لیکن من یک ملا بچه لاابال، بی قید و به هر چیز بی پروا نگرنده و معامله کننده می باشم و در خود قابلیت خدمت رکاب عالی را نمی بینم. می ترسم که آداب همایون را به جا آورده نتوانسته سبب رنجش خاطر مبارک عالی گردم. دیگر آن که من بیماری خفقان دارم که نزدیک به سر رسیده است. با اندک سبب و گاه ها بی سبب خفقانم می گیرد و فریاد کنان بیهوش گردیده می غلطم و از دهانم کفک ها آمده ساعت ها می خوابم. این راست بود که آن وقت ها از دنیا سخت دلگیر شده عصبانی گردیده حالتهای بیماری سر مانند از خود نشان می دادم. در این حال من هیچگاه صلاحیت خدمتی در بار عالی پیدا کرده نمی توانم. گفتگوزاری من با رئیس به طرز مناظره در این باره بسیار دیر کشید، اما مضمون تکلیف‌های رئیس و رد کردن من عیناً تکرار می یافت. عاقبت این گونه گفت و شنید به دلم زده یک باره از جایم خیسته به رئیس، من این کار را نمی توانم. سببش را چندین بار به شما عرض کردم و از جانب شما التماس دارم که عذرهای مرا با یک زبان قبولی یابنده به جناب عالی عرض کرده مرا از این کار آزاد گردانید. گفتم و دیگر بس صبر کنید، گوش کنید. های او گوش نداده برآمده رفتم. البته رئیس هم گمان نداشت که من این کار را که دیگران با جان و دل و با واسطه و وسایط میخواهند رد میکرده باشم. او باید از همین رد کردنی من این دولت عظما را فهمیده باشد که مزاج من سالم نیست و نزدیک به دیوانگی است. اما از آنجا که امیر به دربار فرستادنی مرا به او فرموده بود، به قدر امکان کوشش میکرد که فرمان را به جا آورد. بنابراین 2 نفر را که به عقیده رئیس من از سخن آنها نمی برآمدم یافته به پیش من فرستاد. قریب نماز عصر همان روز آن 2 نفر پیش من آمدند. یکی از این 2 نفر خویشمان سید اکبر خواجه بود که ذکری او با عنوان پروردگار خواجه در یادداشت‌ها بارها گذشته است. او موافق خواهش طبیعت خود رد کردن من این دولت عظما را یک نوع دیوانگی می شمرد. دیگری نصرالدین خواجه نام همدیه امان بود که به ما خویشی دور و همسایه نزدیک بوده آدمی همه فهم بود. او پروگرام مدرسه های بخارا را به خوبی گذشته بود، اما دعوا و دغدغه ملایی نداشت. آدمی خاکسار بوده، به دهقانان بی سواد برادروار معامله می کرد.
پروردگار خوجه مرا خوب طعنه کرد که نانی از پیشم برآمده را پیش باز زده پایمال کرده گذشتن می خواهم و گفت کاش که همین طلب را از من می کردند که اگر دیگران بر رکاب عالی به پای روند من با سر می رفتم. اگر شما همین خبر را به من می رساندید من همه چیزهایم را به شما به مژدگانی این خبری خوش می دادم. اما نصرالدین خواجه چیزی نگفت و سخنان او را تبسم کنان شنیده نشست، چون که طبیعت خودی او هم از دربار نفرت داشت. چون پروردگار خوجه طلب، تکلیف و طعنه را از حد گذرانید و به عذرهای من گوش نداد، موافق مضمون کاری که به صلح در نیاید دیوانگی در او بباید، من به او اندک صبر کنید، من به شما جواب قطعی می دهم گفتم و از جایم خیسته اول دری حجره را از درون بستم. بعد از آن کتاب ها و یک قسمی پرچه پلاس ها را به پایگاه حجره غرم کردم. کرسیندان و گوگرد را پیش آورده ماندم و سخن خود را دوام دادم. اگر شما حاضر مرا به حال خود گذاشته برآمدن نروید، به بالای همین چیزها روغن لمپه ریخته آتش می دهم. در این میان من هم شما هم و در کثافت ما و شما این همسایه و خویش عزیزمان هم سوخته خاکستر می شویم و از بس که در از درون بسته شده است کسی هم از بیرون برای آتش کشی آمده به ما یاری رسانده نمی تواند. او ترسید و از جایش خیسته در را گشایید، ما می رویم گفت و در وقتی از در برآمدن به نصرالدین خواجه خطاب کرده سخنی خود را دوام داد. ایشان رئیس خویشتان اندک دیوانگی داشتگی برین گفته بودند، اما من سخنی آن کس را رد کرده جوانی عاقل و با فهم و ادراک است گفته بودم، لیکن امروز فهمیدم که او دیوانه شقه بوده است. فردای آن روزی که من با پروردگار خوجه ملاقات کردم، خدمتگاری دام الله حاجی اکرام که بهترین استادان من بود و من هر چیزی که در مدرسه های بخارا از درس های رسمی آموختم از آن کس آموخته بودم، آمده مرا به حضور دام الله دعوت کرد. من رفتم. در پیش دام الله اکرام دو ملای دیگر می نشستند. یکی از آنها ملا بازار و دیگری ملا عبدالسلام بوده. هر دوی آنها هم از شاگردان کهنه دام الله اکرام، هر دویشان هم مدرس و هر دویشان هم دام الله کنجکی من به شمار می رفتند. دام الله اکرام بعد از مقدمه و درآمد سخن گپ را به بالای فرمان امیر و طلب رئیس آورده مرا دلالت کرد که آن طلب را قبول نمایم. دام الله های کنجکی هم در نوبت خود مرا دلالت کرده و به شاعر نبودن خودهاشان افسوسها خورده و سخن را به سری نصیحت آورده گفتند: امری پادشاهی زمان واجب است. اگر خود نمی خواسته باشی هم باید به فرمان جناب عالی اطاعت کنی. دل ما به تو می سوزد، زیرا سرکشی از امری پادشاه سبب حبس و بدرغه شدنش هم ممکن است. چون این تهدید را شنیدم دیگر طاقت کردن نتوانستم و فریاد کشان: اگر مرا به دار آویزند و از منار پرتایند هم این کار را قبول نمی کنم گفتم. گریه گلوگیرم شده، عصبها ویران گردید و خفقان گرفته به زمین افتادم. دام الله اکرام این حال را دیده سخن را تماما برنگی دیگر گردانید. به دربار امیر رفتن و نارفتن در اختیار خودی توست. اگر نمی خواسته باشی نرو و با رد کردنی تو
طلب امیر و رئیس را تو را هیچ کس هیچ کار کرده نمی تواند. اینها به ملا بازار و ملا عبدالسلام اشارت کرده نافهمیده گپ زدند. مرا که رئیس برده دلالت کردنی تو را از من التماس کرده بود، من خالصانه گفته او را به جا آوردم. اگر تو این طلب را قبول می کردی، من از تو می رنجیدم، زیرا دربار امیر باششگاهی آدم نیست. تکرار می کنم که با رد کردن تو این طلب را به تو ضرر رساندن نمی توانند. اگر فرضاً به تو آسیبی رساندن خواهند، من همه منصب و آبروی خود را به سر خلاص کردن تو صرف می کنم. یا تو را خلاص می کنم یا برابری تو محو می شوم. رو آسوده گشتن گیر. این گپ‌های دامالله مرا از اولی هم قوی دلتر کرد و بیرون برآمده با آبی سرد دست و روی خود را شسته به جای خود رفتم. بعد از واقعه خانه دامالله اکرام من تا 10 روز آسوده گشتم. دیگر کسی از طرف رئیس آمده به من طلب او را تکرار نکرد. اما بعد از 10 روز ملا میرزا نام کسی که کلانترین آدمان درگاه قاضی کلان بدرالدین بود و قاضی کلان همه کارهایش را با مشورت او می کرد، پیش من آمده مرا به حضور او دعوت کرد. من باز این چی بلا بود که آمد به سری من گویم و پیش قاضی کلان رفتم. او مرا با حرمت قبول کرده گفت: پسری من، رئیس غلط فهمی کرده چند روز هم تو را هم آدمان دیگر را در تشویش انداخته است. او مقصدی جناب عالی را خوب نفهمیده است. قاضی کلان قدری سکوت کرده باز سخن خود را دوام داد. حقیقت کار این است که جناب عالی شاعر و شعر دوست می باشند، اما آن کس مثل شمایان آزادانه با شاعران هم صحبت شده مشاعره کرده گشته نمی توانند، چون که منصب پادشاهی به این کار مانع است. بنابراین جناب عالی شاعرانی طالب خدمتی دربار را به گرد خود غون می کنند و شعر شاعرانی را که با عذر خدمتی دربار را نمی خواسته باشند دیده ایستادن می خواهند. قاضی کلان مرافعه‌ای را که در پیش دری نشسته‌اش تیار شده بود پرسیده شده باز سخن خود را به من دوام داد. آری، رئیس کوتاه‌اندیشی کرده مقصد عالی را نفهمیده است، بنابراین جناب عالی این کار را به من فرمودند. مقصد جناب عالی همین است که اگر تو به رکاب عالی رفتن را نمیخواسته باشی، شعری تازه‌ای که گویی آورده به من میدهی و من آن شعر را به رکاب عالی میفرستانم. قاضی سکوتی کرده باز دوام نمود. البته این کار را هر روز نمی کنی و هیچ آدمی عقلناک از یک شاعر هر روز یک شعری نو طلب نمی کند. در هر هفته یا در هر 10 روز یگان شعر آورده دهی کفایه است و اگر در آخری بعضی غزلها نام جناب عالی را با خواهش خود به نیکی یاد کنی، سبب خرسندی هم جناب عالی و هم باعثی سرفرازی هم امان می شود. این طلب را رد کردن ممکن نبود، اما من این کار را به طرز ادا کردن خواستم که به آداب دربار مخالف باشد. عادت همین بود که هر کس به کدام سبب که باشد با امیر علاقه پیدا کند باید سله‌اش را کلان می کرد. همیشه کمرچه های جامه‌اش را بسته و به قدر امکان در کوچه ها مانندی پروردگار خوجه کلانگیرانه می گشت
و با آدمان طبقه پست علاقه نمی بست و اگر به آن گونه آدمان واخوردن لازم آید در بلندی ایستاده با گوشه چشم نگاه می کرد. من که طبیعتاً به این گونه رفتار و رویش مخالف بوده لاابالانه می گشتم، بعد از به دربار شعر فرستاننده شدنم این رویش خود را زیادتر کردم و بسیار شبها به بزمها می رفتم و با چپنان کوچگی الفت می گرفتم و مانند اینها در بزمها ار و اور می کردم. بیت‌های زیرین نیز در همان روزها گفته شدند: الفت شدم از بحر تو با مردم اشرار، در رغم من این لطف به ابرار چی لازم؟ رفت از خاطر من دغدغه ملایی، دیدم آن شوخ چو با یک دو چپن می آید. این کارها را برای آن می کردم که زودتر به دل امیر زنم و با من علاقه داشتنی او در نظر خودش پست کردنی آبروی دربار نماید. و امیر شعر فرستانی من از 6 ماه زیاده تر دوام کرد. در این مدت چنان که با قاضی کلان قرار داده شده بود، در هر هفته یا در هر 10 روز من به او شعری برده می دادم. او به امیر می فرستاد. من بیشترین شعرهای پیشتره نوشته‌ام را دوباره کار کرده امیر باب نموده می فرستادم. موافق توصیه قاضی کلان در آخری بعضی شعرها امیر را با عنوان شاه یا سلطان یاد می کردم. سبب همین است که دستنویس های کهنه من به نظر بیننده با وریانت های گوناگون و بعضاً بی منطق می نماید. در میانه بعضاً شعری نوی هم نوشته می شد. در این شعرهای نو گاها به طریقه تصادف، گاها قصداً بعضی مضمونهای اجتماعی هم می درآمد. چنانچه یک قصیده در وصف امیر نوشته شد که در مقدمه تشبیه برای 10 همه بود و نابودشان را صرف کردن طلبگان تصویر یافته است. از بس که شعری پاره‌خوری و 10 فروشی علما را به واسطه قاضی کلان فرستادن ممکن نبود، قطعه فصل و باب را که در باب 10 خواهد گذشت به او نبردم و نشان ندادم، اما به پیش درباریان گوناگون که شاعر نبودند ولی هر شعری نوی یابند به امیر می رساندند خواندم و آنها نوشته گرفتند. در درون یک شعری نوی که اولهای کار به امیر فرستاده شد مصرع‌های زیرین بودند: خیزید رفیقان می گل رنگ بیارید، تنبور و نی و دایره و زنگ بیارید، بازاری و زر کیست که در بزم نیاید، زینهار که بی من شو و بی جنگ بیارید. در آخر این غزل ملا دوست نادر که از کهنه شاعران درباری بود به مسابقه دعوت کرده شده بود. بس قافیه تنگ است به عینی خبری دوست، از لطف در این قافیه تنگ بیارید. در حقیقت قافیه این غزل خیلی تنگ و به وی جوابی موافق گفتن دشوار بود. بنابراین وقتی که امیر این غزل را به ملا دوست نشان داده از او جواب طلبیده است، وی از جواب دادن عاجز بودن خود را در مقام عذر به او عرض نموده است. ناچار خودی امیر به جوابگویی در آمده، یک چیزی بیمزه ترتیب داده
به واسطه قاضی کلان به من فرستاد. افسوس که نسخه آن در بین کاغذ پاره ها گم شده رفته است. از غزل جوابی امیر 2 مصرع اندک درست‌تر بود که در خاطر مانده است و در اینجا نقل می نمایم. ما هیچ نترسیم ز گفتاری رقیبان، گیرید سری راخش و با جنگ بیارید. این در جوابی بیت زیرین من بود. با زاری و زر کیست که در بزم نیاید، زینهار که بی من شو و بی جنگ بیارید. من از این بیت امیر پی بردم که او مقصدی مرا فهمیده است و تیر به نشان رسیده است، چون که در همان وقتها میرشبی بخارا به بالای اهل صنعت جوان و دیگر جوانانی بناموس جنجالی برآورده آنها را بدنام و گناهکار کرده به حبس می گرفت و برای برهم دادن فتنه و تربیه کردن آن گونه جوانان آنها را به دربار امیر می فرستاد. من در بیت خود به همین اشاره کرده بودم. امیر در جواب خود از گفت و گذار و شکوه و شکایت مردم نترسیدنش را دلیل کرده نشان داده، در همان راه شور پوشتانه خوریگنانه دوام کردن خواستنش را با یک غرور بیان می نماید. بعد از 6 ماه زیادتر دوام کردنی به امیر شعر فرستانیم، در یک روزی که نوبت شعر بردنم بود پیش قاضی کلان در آمدم. آن روز شعر تیار نشده بود. مقصدی من از این واخوری به قاضی کلان از تیار نشدنی شعر عذر خواستن و در نوبت دیگر تیار کردنی شعر را وعده دادن بود. اما نه به عذر و نه به وعده احتیاجی نافتاد. قاضی کلان به من مانند پیشتره معامله گرم و جوشان نکرد و شعری نوی هم نپرسید. من پی بردم که علاقه به امیر شعر فرستانی من بریده شده است. قاضی کلان بعد از کاغذ پاره های در پیشش بوده را این رو آن رو گرداندن از جایش خیسته به مدان مهمانخانه‌اش در آمد و از آنجا یک جوره یک جاموار علاچه ریسمانی نورعطایی را آورده به پیش من گذاشت و به جای خود رفته نشسته گپ سر کرد. این علاچه را جامه کرده پوش. حاضر حوصله جناب عالی از شعرخوانی گرفته است. تا دوباره سراغ کردنشان شعر آوردن لازم نیست. به من یقین حاصل شد که امیر از من رنجیده است و از این جهت بسیار خرسند بودم. اما از انعام قاضی کلان علاچه بسیار رنجیدم، چون که آن متاع را در بازار 10 تنگه 150 تین می گرفتند. انعام کردن آن چیز مرا تحقیری طاقت ناپذیر بود. اول فکر کردم که علاچه را در پیش قاضی کلان پرتافته نمایشکارانه برآمده روم، اما بعد ملاحظه کردم خلاص شدنم از این علاقه دولتی بزرگ است. در وقتی که امیر از من رنجیده است، رنجاندن قاضی کلان برای من نتیجه خوب نمی دهد. دیگران که در نظر قاضی کلان و امیر که از وی هم خسیستر است، همین یک جور علاچه یک چیزی کلان می نماید. سبب همین است که شاهین دربار امیر را دامی بیدانه نامیده است. بنابراین مقصد قاضی کلان از این انعام نباید تحقیری من باشد. با همین ملاحظه ها من علاچه را به دست گرفته اما تشکری نکرده به دهلیز برآمدم. همان روز در دهلیز از محرمان قاضی کلان اکرم خواجه نام آدمی میانسالی
عیالمند نوبتدار بود. آن علاچه را به او داده: این علاچه انعامی ایشان کلان را شما به یگان مصرفتان صرف کنید، چون که برای من در کار نیست. اما به ایشان قاضی کلان نفهمانید گفتم و به خوشی خاطر از آنجا برآمده رفتم. از تمام شدن شعر فرستانی من به امیر دیری نگذشته، او به سیاحت روسیه و یلتا رفت. ملا نظرالله لطفی که ندیم هم صحبت و شاعری دربار بود، از خدمت فارغ شده به شهر بخارا در خانه خود برای استراحت آمد. من با او ملاقات کردم. او هر گفت و گزاری را که در پیش امیر و بالای شعرهایم شده است به تفصیل به من نقل کرد. او در این باره گفت: از بس که من تو را به امیر تعریف کرده بودم، هر شعرت را به من نشان می داد و از من خواننده شنیده اولها بسیار تحسین می کرد. چنانچه شعری فصل و باب و شعری که در موضوع 10 در مدح او گفته بودی به من نشان داده بسیار تحسین کرد و گفت: به قاضی کلان فهماندنم لازم است که به عینی 10 دهد. من در جواب گفتم: عینی سالی گذشته 10 گرفته است. ملا نظرالله نقل خود را دوام کننده گفت: در آخرها از تو یک غزل رفت که در درون آن بیت زیرین بود: برکم بغلان این همه آزار نمودن، از بحری دلی 1-2-3 پولدار چه لازم. امیر مرا به پیش خود در آورده تمام شعر را نشان نداده، تنها همین بیت را خوانده گفت: عینی در این بیت مرا حامی بایان و پایمال کننده کمبغلان گفته است. او اغواگر است. او با این گونه بیت ها کمبغلان را به مقابل من شوراندن می خواهد و حالان که سویه سیاسی من در آن وقتها به این درجه نرسیده بود. من مضمون این بیت را از قاضی خانه ها گرفته بودم که بایان را طرفداری کرده کمبغلان را تاراج می نمودند. اما چنان که می گویند دزد از سایه خود می ترسد. امیر با این بیت از خود ترسیده است. ملا نظرالله صحبت خود را با امیر دوام داده گفت: در آخری سخنانی در بالا گفتش امیر علاوه نمود: همه شعرهای عینی را دوباره از نظر گذراندن در کار است و مرا رخصت داد که از پیشش برایم. ملا نظرالله در نقل خود دوام نمود: امیر بعد از 3 یا 4 روزی دیگر مرا باز به پیش خود در آورد. در پیش او کاغذ پاره ها ایستاده بودند که در آنها چیزهایی نوشته شده می نمودند. امیر گپ سر کرده و من گفت: شما گفتار 112 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.